السلام علیکم دوستان عزیز بیننده های ما. امروز با طلب فرزندان در جشن 40 سالگی خورشیدمک و معلمه عزیزم خالقова که امروز جشن 40 سالگی عقد نکاحشان است تبریک کردن با آمدیم به خاندانشان به دهه آهریک شهر سمرقند. آن لحظه های خرسندی را میخواهیم همراه شمایان به هم بینیم. تیار باشید اگر ما آغاز میکنیم. رفته سوزن باشه بسم الله خالص نیتم همراه نصب ایلس الله آنم خواجه قلمم آتم خواجه قلمم. السلام علیکم خورشیدمکی معلمه عزیز، امروز روز خورسندی مبارک باشد. نتو دیاتون تکلیف کنیم یا نامو با مرحمت خورشیدمکی باید یا نیما با نزدیکتر همراهی عروسی نازنینتان یک جای نزدیکتر بیایید. السلام علیکم مبارک باشد. السلام علیکم معلمه عزیز. فرمای من نه فرما کرد نباشه. امروز جشن 40 سالگی عقد نکاح مبارک باشد. 40 سال پیش همین معلمه که در روی دنیا از همه زیباترین از همه زن زیباترین دنیا را عروس انتخاب کرده. امروز توی بود 40 سال پیش مبارک باد میگویم. از مسافرت از نام فرزندان عزیزتان، از نام فروخکه، از نام آزادکه، نزاکدایتی، از نام نگینایتی کلین پاشا که همیشه در خدمت هستند، معصومایتی، ندیمایتی، تیمور جان که بایم با قطار مسافران در تاشکند خوانده ایستاده است. از نام آنها تبریک میگویم. حاضر تا درآمد همراهی نزاکدایتی صحبت کردیم، گفتند چقدره که عمر است در سر ما ساق سلامت باشند، همیشه دعاگوی باشند. ما که دعاهای آنها را میگیریم با دعاهای مستجابشان به این درجه ها رسیدیم. فخر ما هستند. ما فخر میکنیم که این خیلی پدر داریم، پدر دهقان داریم، مادری معلمه داریم، آموزگاری حیات ما هستند. همیشه تا دنیا باشند. من در این پیری برای فرزندان ما کتابی پند و اندرس ها هستند. در زندگی چه خیلی زندگی کردن را می آموزانند. همیشه یاد میکنیم ما از چهره نورانیشان. هر بار زنگ زنیم اگر بهره‌مند میشویم، هر بار تلفن کنم اگر این تقدیر بوده است، این وقت بوده است و ایستادنش نبوده است. چهرهشان با آهسته پیری قدم های خود را گذاشته ایستاده است و دلگیر میشوم و باز خرسند میشوم که خدا کند که دم پیری به دولت پیریت برای هر دویشان همیشه صحت سلامت شده گردن و در سر ما دعاگوی باشند. برایشان رسانید که اگر خواهی شوی سرور دعاگیر از پدر مادر، بیابی نام و بام و در دعاگیر از پدر مادر. سیاه ابری همه غمها پریشان می شود هر سو، بخندد بخت تو یک سر دعاگیر از پدر مادر. زی همدردی و دلسوزی به مقصد می رسی روز، کفی خاکت شود گوهر دعاگیر از پدر مادر. ما هم دعا گفتیم از پدر از مادر، چنین انسان های نکونام شدیم. برایشان هزاران رحمت تشکر میگویم. و البته معلمه ما که شاگرد شما هستیم تبریک میگویم. روز خرسندی مبارک باشد. مهمانان عزیز، همین یکم بار ما یکم صنف بودیم. هر بار پدرم گفتم میخندم. از مکتب برگشتم گفتن که معلمت کی بودن؟ معلمم گفتن که مادری خورشیدمکم. امروز آن لحظه ها را خاطر رسان میکنیم، خاطر یاد میکنیم. همیشه مانند آن دم که زیبا هستید، زیبا بوده در وقتی مکتب، تا حال انم خیر باشید معلمه عزیز. همیشه همراهی خورشیدمک خدا کند که حاجیانه شوید، حاجی بابا شوید. انم خاندان به حج آجی های کلان شود آمده شما را تبریک کردن گیریم. معلمه هر بار بهار میشد من زادروز معلمه ما در فصل بهار است. همه خورشیدمکیم از کوه ها اسبکی رفته لاله ها چینده میبیایند. من نمی زادروز با هر سالی یک دیگه دیسه میکنن تمام. امروز باشد انامین درازی عقد نکاح برای شما. خودی خورشیدمکیم از دسته های خود گل دسته های زیبا از خودی انهما شخصی زر چینده آمده گل های برای شما میسپارند و همانت قرصک میزنیم برای هر دویشان. مبارک باشد، مبارک باشد، زادروز مبارک. Счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не будет, если тебя не станет.
عليا لو قولك اني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية ببعد عنك برا مشتلي عليك داومني خليك ويايا داومني ودوبي حواليا داولك نشاط عليا شکرانه بانی آنا جان و بابا جان مبارک باشد. Нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не будет, если тебя не станет, без тебя я сойду с ума. لو أقولك وإني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية ببعد عنك برا مشتلي عليك داومني ولك ويايا داومني ودوبي حواليا داولك نشام عليا مبارک باشد. تبریک میگویم با جشن 40 سالگی عقد نکاح بار دیگر صمیمانه تبریک میگویم. مبارک باشد. صاف باشه هر گورچیکا معلمه حاضر تا فرزندان تبریک کردن. خورشید امکم گفتن که یک تا معلومات خرسند کن. امروز روزی خرسندی است، روزی عاشقانه است. امروز من خدا با شکر میکنم که الان خیلی با یک بانوی پرهنر آیله بستگی به 40 سال شد. برایش رسان که اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم. اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. اگر ارزی نیازی من همه سوز و گدازی من به گوشی تو نمی‌فارد تو را من دوست می‌دارم. تو یکتایی منی ای گل تسلای منی ای گل اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می‌دارم. همیشه دمی پیری با 120 سالش دیگه اتام منم خیلی ما شما اومده تبریک کردن نصیب کنند میگیم مبارک باشد. حاضر یکتا اونجا به سویدی تل بودن می اما جانشون یکتا سخنهای نغزشون نشون نمیم کنیم. مرحمت. السلام علیکم خواهران عزیز اکا جان ینگمر جان الهیم خوشه پیر شوه پیری به دولت شوه حضوری جیانکو من کلو نکوی کش رویه حضوری کلو دماد و بچه کوی هم یکوشو نبینه خوشه پیر شوه پیری به دولت شوه روزی گندوتون همه خیلی شوه سلام باشه اکا جان رحمت سلامت باشن. برای پدر مادر در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین را کتاب قرآن را تیار کردیم پیشکش میکنیم برایشان. مبارک باشد. مبارک باشد. کنی نبیره ها شکرانه بانو تبریک میگوین می بیاید کنی پسی آنه جونشان با نبیره ها یک قطار شده استیم کنی البته مبارک باشد. برشید جان تبریک میکنیم هم مرحمت. السلام علیکم آنا جان و بابا جان با جان و دل برابرم. شمایان را با مولود خجستان از چین دل تبریک میکنم. آرزو میکنم که همه خوبی های دنیا برایتون باشد. من خوشبختترین انسان هستم که چنین بابا و آنا دارم. هیچگاه بیمار نشوید و بر سر مایان سایبان شده گردید. سوزن تو از ستون قصر طلا قیمت است. روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است. به تو خوش فال نماند در جهان جای تو خالی نماند در جهان. ای بابا جانم قبلگاهم گنجی یک تایم تویی. قوتی جان و دلی من چشمی بینایم تویی. چون دعایت دولت را من نخواهم در جهان. دولتم باشد دعایت چون که دنیایم تویی. به چراغی صحبتی تو خانه ام تار خاموش
ای چراغی خاندانم صحبت آرایم تویی کار و نیک و نام نیکت از برایم دولت است پیر من تدبیر من ملا و مولانم تویی بینی همه آنها آن جانم ببها آن جانی بدیدم دوی شما میگیدم شما گولی بخوایم از کم خم خوایم این کدای خواهد دای جانم تاید دای آن جان آن پول بیاید کانم بنام خیلی عبدالکن بیایی تبیان و آن جانی مهربانم الهی دیکاتون شپیر شوه ایا مادر شبها بهر طفلانم نخفتی سختی ها کشیدی ولی بر کس نگفتی سر گوهر ای فرزند تو را بود جایگهی خوابه به امید که در پیری تو را باشد نگهبانت دعا دارم هر سحر به اللهی مهربان خداوند نگه دار که مادر بختی من است تنه پلوان چی بگه؟ بجان آجان ساعت بدوره کن گوش کنن در دست فرزندان شیرینی هاست برای امروز پدر مادر عزیز یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم بعد از آن امروز بزم زیبا را دوام میکنیم مرحمت Ты моя дунья, ты моя алем, ведь с тобою так прекрасен алем. Ты моя дунья, ты моя алем, ведь с тобою так прекрасен алем. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся یک جای خوش شباستی مبارک باشد не станет, если тебя не будет. Без тебя я сойду с ума. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не будет, если тебя не станет, без тебя я сойду с ума. نسينا الدنيا نسينا العالم لو ابن حبيبي سجن ولا كان كلام لو لف الدنيا لو لف العالم مش ممكن زي ما كنت علي غرام لو اقول لك واني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية ما بيننا ولا مشتاق عليك دوبني خليك ويايا دوبني ودب حواليا دولا مشاك بالليا لو اقول لك واني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية ما بيننا ولا مشتاق عليك دوبني خليك ويايا دوبني ودب حواليا دولا مشاك Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не будет, если тебя не станет, без тебя я сойду с ума. لو أقول لك وإني بحبك الحب شوية عليك لو ثانية ببيض ونك مرة مشتاق عليك دوبني ولك ويايا دوبني ودب حواليا دولا مشاغل عليا سورپریز حقیقتا سورپریز
مبارک باشد. خدا به هزار اما جان عزیز سلطنت خلا مرحمت. بالوان بیشتر سیخته نزدیمی اونا السلام علیکم کلنکای شیرینم اوکیکم مهمونکا اجازت من ای فرصت به همت استفاده برده اوکیکم خورشید جان کرملا یکاتون الهیم خوشه پیر شوه پیری بدولت شوه حضور حلاوت بچه یکاتون دیده تگکای چملیق به نیوره ایوره چهوره یا بین الهیم صد بدره سرکاتون از سنگ شوه دستری مهان خورشید جان کتی سوخ سلامت گرده هم یکم به باش شده گرده الهیم من حرمت کرده دخترها همه خیلی حرمت کردگیاشون با رحمت شما هم با کرملا همه یکاتون بچه یکا الهیم صد بدر اومده خوشه پیر شده بچه یکاتون هم یکاشون جا بجا کرده حضور خلوت تک شبین الهیم رحمت به هم یکاتون رحمت سلطنت خلا 40 سال پیش امروز هم خیلی تبریک کرده دارید می نمی یا شرمه داشته دیم وقت یا فقط رقص است که تی تکنایتیت تبریک بیه مرحمت خدا و شکر خدا و شکر دادا جان بی جان الهیم صد بدره این روزی گندمون هم خیلی گذره 120 سالگیاتون بهم هم خیلی جمع شده شدن نصیب کنه تبریک میکنم دیاتونم رحمت بچه سلامت باشه فرزند روی بودگیش به شکر السلام علیکم هم یکاتون بخش آمده بیم لامک من امروز حاضر جشن 40 سالگی شمایان را پیشواز گفته ایستاده الهیم 100 سالگی جشن تویاتونم پیشواز گفته نصیب کنه از خدای مهربان میپرسم که همه وقت همه بیملا ملامکم سرام به صحب سلامت گرده هر بار که همه بیملا ملامکم از درگاه ما قدم میمونن بودگی تشویش و همه چیزا نایسان میبروره که رهبری ماهان آمدن راهنمای ماهان آمدن مسئولیتگره که به ملالم دوست قلینم الهیم صد بدرایه از خدای مهربان میپرسم که قلبی همه شمایان هیچ وقت از مایان گیلمان نباشد از خدا بهر شما خواهم فقط عمری دراز روزگاری با سعادت بختی کامل به نیاز قسمتی فرخونده ای فرزندها منم خیلی نبیره های نازنین بر سر ما سالها باشد سلامت سرفراز شما هم به باز یک بار دیگر تعظیم رحمت مرحمت بیملا ملامک الهیم دسترامون همه وقت ساخ سلامت باشه الهیم 120 سالگیاتون جشن گیریم آنا جان بابا جان تبریک میکنم صد بدرویه سری مام به صبح سلامت کرده هزار رحمت گفتنی های در دل دارند به جای پدر برای مادر شده مهری خود را دریغ نداشتن بهره همین نبیره های شیرین برای همه نبیره ها مبارک باشد روزی خورسندی البته حاضر شما را ناراحت نکرده یک رسم میگیریم فوتوسسی هم میگذاریم بعد از آن سرودهای رقصی میمونیم رقصیم خورسندی میکنیم مرحمت
جان که بینم رهایش کن روح دل سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ناله کنم نمیشه همدم بودم همیشه دردک دل آزاره دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدم بودم همیشه چکی پاک دلم را بوده یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بوده یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بوده یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بوده یار بیا ای رحمت سلامت باشن تشکر میگیم توی به موقع رقصیدگی بودن معلمه؟ نمی؟ خوب رقصیدگی بودن. البته حاضر معلمه برای شما امروز روزی خورسندی است باز یک سورپریز ما خودشان آمدن یک تا قرصک میزنیم سورپریز تکلیف میکنیم مرحمت مبارک باشد من بیننده های عزیز تماشابینان ما امروز در جشن 40 سالگی عقد نکاحشان خورشید مک را معلمه عزیزم رو تبریک کردیم خرسند شدیم از نام فرزندانشان یک سورپریز زیبا را آماده کردیم پیشکش شما کردیم البته با ما باشید با شبکه شهنان و هر دوی شمایان صحت سلامتی را آرزومندیم فقط در روزهای خرسندی ببینیم با ما باشید شما بام اومد فقط روزکوی نک ببینیم رحمت رحمت سلام باشه سلامت باشه سنجا سلام باشه بله سپیر خیلی سلام باشه خیلی